من اون شاعر که استاد ندارم که شعرش آمده با شیری مادر، یعنی که شاعری مادرزاد، شاعری مادرزاد. و حیف بود که فیض‌آباد نازنین با همین لاله‌زاراش، با همین قد منظرش، با همین قدر مردمی زیباش، خوش لهجه‌اش، شاعر مثل بازار نداشته باشد. و یکی دوست می‌داشت وقتی که تمام تل و پشته های فیض‌آباد لاله پوش می شود، گلگون می شود از لاله. و در شعر بزرگ آه شد در لب من شعر منی به استاد، آه شد در لب من شعر منی به استاد، در پشتیداری محمد جان رحیمی. اینا برای چی میگوید؟ و اون پاره‌ای که رئیس در اینجا قرائت کردن، از سادگی من نیست شعری که ساده گفتم، خود را به مکتب خود من یاد داده گفتم. البته برای این گپ اون چیزایی که من خواندم، یک شاعر حقوق معنوی باید داشته باشد. من تمام عمر قطره آب و لقمه نان به اندیشه شعر نخورده و نفس نکشیدم. تمام عمر گپ از اینجا سر می شود. و البته چنین شاعر صاحب مکتب خودش می شود. هر کور می تواند نام مرا کند کور، زیرا که در روی ره افتاده خانه مور. یک بار سر خسارا از اول تا آخر بینم، این تو سال 83-84، اون سالهایی که در سر خسار دیه ها خالی بودن، طبیعت به اصل پیشینش بود خالی بودن. و یک سفر حق نظر والی شاه مظفر یادگاری شریف شرف همسایشون و ما در 3 شبانه روز در بین همون دره به دره گشتیم. یک شب در شیدان، یک شب در شینگی دره، شب دیگر روز دیگر تا شرشره را رسیدیم. و مشاهده کردم که استاد بازار طبیعت تماما به چشم دیگر می‌بیند. شب وقتی که ماه پره در بین کوهستان برآمد و در نوک از من پرسید که انا همین ماه در همین شکل چه تصویر میکنی؟ با چی شب تشبیه میدی؟ خیلی من چند چیز گفتم. بعد یک تاش گفت که انا نیش میشه و دیگراش هم اشکا بیده بوده. من گفتم با مثلا تاج و یک چیزی که زرخلی است به همین و یک اثرت چند بار رونویس میکنی، پاک نویس میکنی. خیلی من و نگاهانی سوال رو میداد. من گفتم خیلی 2 بار 3 بار ممکن 4 بار بعد تحریر. گفت من یک شعر 20-25 بار می نویسم. 20-25 بار شب تا روز خواب نمی کرده است. نه انگار گلچه را می داند. من گفتم به همون نسخه ها کجا دانوده؟ گفت سر من خواب می خیزم همون یک نسخهش مونده است دیگه روش گلچه را 20-25 صفحه که شما سیاه‌نویس کردید و خط زدید و نوشتید، اون هم ثروت ادبیات بود. چون که شاعرای حضور که یکی از ستون‌های مقتدر شعر نوی ما است، یک ستون‌های پابرجا و مقتدر شعر ما است. همه اون نسخه هایی که تحریر کرده است و اون شعرهای زیبا و ماندگار و پابرجایی که است، همه ها مال ادبیات بودن و شکر خدا که همین است. و در سر کوچه های فیض‌آباد چشم بر راهی کهنه شام و سحر، کودکی هم هنوز دریان است، در کف او خط سیاهی پدر. رفتیم بسیار باید بود همون کودکای همون بینو در صحن حولی فوتبال بازی دارن. استاد بازار را دیدن، یکی همه کسان کفکوبی کنه انا بابای شاعر آمد گفتن. بعد استاد از پرسیدن که چی نمیرسه، چی است، چی گپ است؟ گفتن که همین توپ همون کفید و یک توپی فوتبال پوچ بازی دارن. گفت که پگر بیارم میشود؟ و کفکوبی کردن گفتن میشود. استاد بزرگ انا هیچل انسانی بودن که برای اون قدر شعرهای وطن پرورانه
ما را به تاریخ روبرو کردن، شعرهای بسیار زیبا و عالی و تصویرگرایی بسیار عالی جناب که در اینجا اشاره کردن که در قطار بهترین شاعران فارسی گویی چی است در سراسر تاجیکستان میماند و روحش شاد جاویدان باد نامش و آثار زیبا.